شما تکرار برنامه جان جور را میشنوید. جان جور، سلامتی و نشاط، لبخند و زندگی. جان جور، نبض تندرستی. به نام خداوند بخشاینده و نهایت مهربان و درود و صلوات بر روح روان پاک حضرت محمد مصطفی سرور کائنات. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خدا کنه که جور، صحت، سلامت، سرحال باشین و در هر کجایی که هستین یک صبح خوب و خوش را در کنون گرم خانوادگان آغاز کرده و از گزند روزگار هم در امان باشید. در این برنامه باز هم من دکتر حمید همکار با دکتر نظام الدین جلیل رئیس شفاخانه‌های مرکز در خدمت شما عزیزان قرار داریم و امروز روی ازی صحبت میکنیم که تدابیر و امکانات شفاخانه‌های مرکز به خاطر تداوی بیماران کرونا چقدر هست، چه امکانات داریم، چقدر میتونیم که ما از عهده تداوی یا پروسه قرنطینه از این بیماریان براییم. اگر شما عزیزان هم پرسش داشته باشید میتونید به شماره 0791 989 989 با ما به تماس شوین، پرسش خود را مطرح بکنین. تکرار شماره 0791 989 989. دکتر صاحب، خوشحال هستم که شما را در استودیو سلامت اندار در برنامه صحی جان جور با خود دارم. تشکر. سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز رادیو سلامت اندار بخیر. امیدوار هستم که یک روز خوبی را آغاز کرده باشن و پیش از اینکه بریم به بس میشه که از مایع ضد عفونی کم دستای خود با اینی پاک بکنیم و از تمام هموطنان ما هم خواهش میکنیم که یکی از روش هایی که میتونه جلوگیری بکنه از شیوع و سرایت از این مرض همون شستن دست هاست که روزانه میتونن با تکرر دستای خود با مایع ضد عفونی، اگر مایع ضد عفونی نمی داشته باشن در خانه، از آب و صابون استفاده بکنن. صابون یا صابونای مایع است. خب ترین گپ همین است، هم ارزان هم قابل دسترس. میخوایم مجلس شروع بکنیم که چند مرکز در کابل داریم به خاطر بیماران کرونا؟ خب از زمان آغازی که ویروس کرونا در شهر ووهان انتشارش آغاز شد و وزارت صحت عامه هم پلان و تدابیر خود روی دست گرفت که در این پلان اختصاص دادن یک شفاخانه در کابل، شفاخانه های حوزوی و شفاخانه های ولایتی بود. ما در کابل فعلا شفاخانه کنترل امروزسازی افغان ژاپن که در سرک دارالمان کوچه سناتوریوم و جوار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی موقعیت داره، فعلا با ظرفیت 150 بستر. در صورت ضرورت تعداد بسترش میشه افزایش پیدا بکنه تا 200 بستر. مشخص برای همین واقعات اختصاص داده شده. تنها شفاخانه افغان